سلام. یکی از نگرانی‌های نظام که در سال جدید روش تاکید هم کردند، اثرگذاری مجاهدین روی افکار عمومی و خصوصا نسل جوانه که توی رسانه‌هاشون هم نسبت به این موضوع جیغ و ویغ راه انداختند. مجاهدین در سالهای اخیر تلاش کردند تا با استفاده از عناوین حقوق بشری، حقوق زنان و با بکارگیری رسانه‌های خود به سفیدشویی از سابقه این گروهک تروریستی بپردازند. این تلاش در جهت اثرگذاری بر روی افکار عمومی خصوصا در نسل جوان صورت می‌گیرد. توی دادگاه نمایشی هم که از حدود 2 سال پیش راه انداختند، یکی از شکایت‌های اصلیشون تداوم و تشدید اثرگذاری رسانه‌های مجاهدین روی نسل جوان و تداوم فعالیت‌های کانون‌های شورشیه. چرا هنوز در سایت رسمی سازمان مجاهدین عنوانی است به نام کانون‌های شورشی که اقدام به تهدید و ترور میکنن در شبکه‌های رسمی خودشون؟ همین الان دارن این کار رو انجام میدن. آیا عنصر استمرار، عنصر تایید و حمایت از اعضای متأخر این دلالت بر این نیستش که اینها شراکت در جرم دارن؟ این نگرانی رو قبلا خیلی ها توی نظام مطرح کرده بودند، از جمله خود خامنه‌ای خطاب به بسیجیان دانشجو یک بار گوشزد کرده بود که حواستون به تاثیرگذاری مجاهدین باشه. 2 آسیب بزرگ متوجه محیط‌های جوان وجود داشته که این 2 آسیب، یکی انفعال، یکی انحراف. در اوایل انقلاب جوان‌هایی رو داشتیم که اینها مردمان مسلمونی بودند و برای اسلام وارد میدان شده بودند، اما چون مبانی معرفتیشون ضعیف بود اینا جذب گروه‌های التقاطی شدن. هرچی میتونید جبهه انقلاب رو گسترش بدید، جذب کنید. البته منظورم جذب منافق نیست. یعنی حرفش حتی به نفرات خودش اینه که حواستون باشه که جذب مجاهدین نشید. حالا این موضوع چرا الان براشون مهم شده؟ چون نظام تو شرایط خطیری قرار داره. تو بیانیه اخیر سپاه هم داشتیم که گفته بود انسجام اجتماعی الزام عبور از شرایط خطیر امروزه، و بعد هم در ادامه میگه که چه چیزی شرایط رو برای نظام خطیر کرده: تهدیدات خارجی و فتنه‌های داخلی که همه میدونیم اسم مستعار قیامه. و اونجا هم دوباره هشدار میده که شکاف‌های اجتماعی بستر رو برای نفوذ دشمن باز میکنه. پس یه همچین نگرانی از نفوذ و تأثیرگذاری دشمن اصلی نظام یعنی مجاهدین روی جوانان توی این شرایط خطیر روی میزشون هست. حالا برای مقابله با این نگرانی چی کار کردند؟ مثل همیشه فیلم پخش کردند. به نام خدا و به نام خلق قهرمان. دکتر جان، اوضاع خیلی خرابتر از اون چیزی که فکرشو می‌کردیم. این حکومت ارتجاع سیاه فقط یه راه رو برای ما گذاشته، اونم راه مبارزه قهرآمیز. اگه بلایی سر خودم، خودت. بله، اومدن توی فیلم‌های نوروزیشون، یعنی در همین ایام تعطیلات نوروز 1404 یک فیلم جدید علیه مجاهدین پخش کردن به اسم شکلات ششم. اونم در 2 نوبت توی بهترین ساعت پخش که بیشترین بیننده رو داشته باشه. بعد تازه قرعه کشی هم گذاشتن که هر کسی فیلم رو دید به این شماره زنگ بزنه تا به قید قرعه بهش جایزه بدیم. یعنی به هر ضرب و زوری بود میخواستن بیننده رو بکشونن پای این فیلم. حالا فیلم چیه؟ آخرین فیلم سینمای ولایت بر علیه مجاهدین که تمام تجارب بیش از 40 سال فیلمسازیشون رو توش به کار گرفتن. بعد پژوهش، خود کارگردانش میگه 2-3 سال روی سناریوش کار تحقیقاتی کردن. خیلی دوستان زیادی تو پروژه کمک کردن و چون میگم یه فرآیند 2-3 ساله بود، از حالا بازنویسی‌های فیلمنامه، از پژوهش‌ها و واقعا مثلا دوباره یک گروه تحقیق و پژوهش را انداختن برای بازنویسی. توی تبلیغات برای این فیلم هم میگفتن که سناریوش بر اساس اسناد اخیراً فاش شده چندین بار بازنویسی شده و تهیه کنندش هم ادعا کرده بود برای تحقیقات این کار زمانی بسیار صرف شد تا آنچه در فیلم روایت می شود منطبق بر واقعیت باشد.
خود کارگردان اصلا تا به حال تجربه فیلم بلند هم نداشته و تا قبلش یه سری کلیپ برای ارگان‌های حکومتی درست می‌کرده که از همون هم خسته شده بود. و تو حوزه فیلم کوتاه هم چون من سرگرم این شده بودم و به یه تقریبا شهرتی رسیده بودم در این حوزه که آقا این مثلا این تیزر فرنگی رو این کار کنه با موضوع مثلا حجاب، موضوع اخلاق، موضوع فلان. منتها بعد یه مدت دیدم واقعا فقط من دارم یه تولید کننده برای یه سری ارگان ها میشم که اونا یه سری انگار از روی رفع تکلیف میگن آقا اینقدر مونده با اینقدر بیا اینو بساز. بعد دیگه واقعا دیگه لذت بخش نبود برام ادامه دادن. در هر صورت هیچ کدوم از این اتفاقات به درستی نمیافتاد و منو یه مقدار خسته کرده بود از اینکه خب حالا این مسیر رو من دوباره چجوری برم. یعنی من واقعش میگم تمام تمرکزم گذاشته بودم تو این 1 سال یا 2 سال که آقا یا من یه فیلم بلند میسازم یا دیگه بس دیگه حالا دیگه بقیه بسازم، چون واقعا هیچ وقت نتونسته بودیم ما به کار بلندمون برسیم به دلایل مختلفی که دلایلم داشتم بود که مثلا خب بالاخره کار بلند یه بودجه میخواد و مجاب کردن اون سفارش دهنده یا تهیه کننده خیلی فرایند سخت و پیچیده و عناصر مختلفی داره. حالا سفارش دهنده دنبال چی بوده؟ اتفاقا تهیه کننده این فیلم هدف از ساخت فیلم رو خیلی زیق مطرح کرده. نیاز است در سینما به فعالیت گروهک ضد انقلاب پرداخته شود، زیرا نسل جوان نیاز دارد از اعمال جنایتکارانه منافقان مطلع شده تا بهتر به توحش آنها پی ببرد. پس هدف از ساخت این فیلم پاسخ به همون نگرانی نزدیک شدن نسل جوان به مجاهدینه. حالا داستان فیلم چیه؟ فیلم اصلا داستانی نداره. مثلا ماجرای 8 نفر از مجاهدینه که توی سال 61 توی کارخونه مخفی شدند و تا آخر فیلم فقط همدیگر رو میکشن و اطلاعیه صادر میکنن. این آدما از کجا اومدن، چرا اینجا جمع شدن، قبلش کجا بودن، چی کاره بودن. فیلم اصلا کاری به این چیزا نداره. اونایی هم که تحت عنوان مجاهد توی فیلم نشون میده، اونا هم کاری با رژیم ندارن. تمام فکر و ذکرشون اینه که چطور خودشون رو بکشن. به این قصه ما یه قصه سازمان مجاهدین خلق در دهه 60 بعد از اعلان جنگ مسلحانه است. منتها فرقی که با کارهای دیگه‌ای که تو این حوزه شده داره کار ما یه نگاه از درون سازمانیه به این ماجرا. یعنی ما بین جمهوری اسلامی و منافقین قصه ما رد و بدل نمیشه، ما قصه ما درون منافقینه. به لحاظ محتوایی به نظر میاد که سناریوی فیلم رو بردن توی صدا و سیمای آخوندی. اونجا تو قرارداد بهشون گفتن برای اینکه فیلمتون رو ما پخش کنیم باید این لیست از دروغ‌ها و برچسب‌ها علیه مجاهدین توش باشه که اینم گفته چشم. من فیلمنامه رو بردم اداره کل فیلمنامه صدا و سیما و اونا با من قرارداد کردن برای این فیلمنامه و زیر نظر اداره کل بازنویسی شد و توی فرآیند 6 ماه مثلا دوباره یه بازنویسی شد و فیلمنامه از نظر من تمام شد. حالا توی یک فیلم سینمایی معمولی شما برای اینکه یک پیامی رو منتقل کنی باید شخصیت پردازی کنی، داستان باورپذیر بسازی، رابطه ها رو تعریف کنی تا تهش بتونی یک پیامی رو غیر مستقیم منتقل بکنی. اما اینجا اونی که داشت برای این لوکیشن سناریو می نوشت نامردی نکرده، اون لیست رو گرفته و بدون هیچ پیچیدگی هنری توی هر دیالوگی 4 تا از این محورایی که باید علیه مجاهدین میگفتن رو چپونده. مثلا میخواد بگه که مجاهدین توی حرم بمب گذاشتن و غیر نظامی کشتن. اینجوری میگه. خلبانای اینا رو انتخاب کردی؟ آره. این مفاتی رو مهناز میبره قم توی حرم. کیف زنونه رو گذاشتن برای ثریا. میبره پشت بازار همون مسجده. زنا توش جمع میشن خیاطی میکنن برای رزمندای جبهه. مهناز بله. به هر دلیلی اگه نتونستی بمب تو حرم جاساز کنی میری یه جای شلوغ مثل بازار یا هر جایی که خودت صلاح دونستی باشه. چشم. ثریا از مسجد که اومدی بیرون سوار تاکسی میشی میری توپخونه، از توپخونه اتوبوس 2 طبقه رو سوار میشی تجریش پیاده میشی میری همون آدرسی که بهت دادم. حالا اینکه سالیان خودشون اعتراف کردند که اون بمبگذاری حرم کار وزارت اطلاعات بوده به کنار، ولی آخه تو خود همین فیلم هم نیومده براش یک صغرا کبرایی بچینه که مثلا یک منطقی جور کنه. نه، توی چک لیست بهش گفتم باید این رو به مجاهدین بچسبونی، اینم گفته باشه.
میگه مجاهدین برید توی حرم بمب بذارید، به همین راحتی. به بعضیا باید گفت تو از عقل دندونش هم نداری. یا مثلا میخواستن این ادعا که مجاهدین خودشون رو میکشن رو وارد فیلم کنن. بعد اومده براش دلیل جور کنه که چرا این کارو میکنن. میگه چون میخواستن لیست شهداشون رو پر کنن. آخه کی میره آدم خودشو بکشه که باهاش لیست پر کنه؟ آخه اون لیست به چه دردش میخوره؟ یعنی این حجم از حماقت و بیشعوری واقعا باور کردنی نیست. برخی از نیروها با چابکی و چریکی حلقه محاصره را شکسته از محل دور و برخی نیز چون برادر مجاهد حمید گلاب دره‌ای به اسارت پاسداران رژیم درآمدند. برخی از اخبار حکایت کشف پیکر شکنجه شده و تیرباران شده این مجاهد در اطراف تهران را دارد. عملیات انجام شد. دیگه چی گفت؟ دیگه گفتش که یه لیست میخوام، یه لیست از کشته ها. این کشته سازی ها مثل این که جواب داده، مورد توجه مجامع عمومی قرار گرفته. یه لیست میخواد از یه لیست خون. اون برای آب خیلی به درد اون میخوره. یا به کارگردانه گفتن توی این فیلم باید یه جایی بگنجونی که این مجاهدین به دین و مذهبشون هم اعتقاد ندارن و هرچی میگن تاکتیکیه. ببخشید دکتر، من نمازم داره قضا میشه. آفرین. ولی اینو فراموش نکن، نماز ذیل مبارزه قرار داره. هر جا که این دوتا کنار هم قرار بگیرن مبارزه است که ارجحیت داره. اینو فراموش نکن. تمرین کن که بعضی وقتا نماز نخونی. دین یه تاکتیکه، مثل نماز، مثل عزاداری، همه چیز یه تاکتیکه. حالا چرا شما باید اینا رو باور کنی معلوم نیست. طرف عجله داشته که توی 90 دقیقه همینطوری همه این حرفایی که توی چک لیست هست رو بچپونه توی فیلم. چه ربطی به داستان داره مهم نیست. خود فیلمساز بسیجی هم هیچ تلاشی نکرده که یک چیز باورپذیر بسازه. نه ساختمونش، نه ریخت و قیافه آدما، نه حتی ادبیاتشون هم شبیه مجاهدین نیست. مثلا یه چیزی شنیده سازمان مجاهدین خلق ایران، بعد بی ربط و با ربط توی هر جمله یک کلمه خلق وارد کرده. یکی دیگر از جوانان خلق را به خاک و خون کشید تا بلکه بتواند صدای خلق را خاموش کند. مجاهدی دیگر از خلق قهرمان ایران جاودانه شد. کلاً فیلم هیچ داستان پیوسته‌ای نداره، فقط یک سری سکانس‌های مختلف و بی ربط به همدیگر رو چسبوندن که آخر هر سکانس یکی از مجاهدین کشته میشه و بعد فرماندهشون یک اطلاعیه صادر میکنه. سرانجام در نبردی قهرمانانه با پاسداران رژیم به فیض شهادت رسیدند. پس از آزادی از زندان، سحرگاه دیروز بار دیگر توسط پاسداران کمیته دستگیر و به نقطه‌ای نامعلوم منتقل شد. سازمان مجاهدین خلق از مجامع بین المللی به ویژه سازمان‌های حقوق بشر می‌خواهد که با فشار بر رژیم جمهوری اسلامی نگذارند این چریک پیر آزادی به فهرست کشتگان و مفقودین سال ملحق شود. بار دیگر حکومت ارتجاع سیاه به پشتیبانی مزدوران چماقدارش خون یکی دیگر از جوانان خلق را به خاک و خون کشید. یعنی حتی نرفته 2 تا اطلاعیه مجاهدین رو بخونه تا حداقل یک چیزی شبیه متن مجاهدین بنویسه. آخه خون رو به خون میکشن؟ پس تو این 3 سال چه غلطی میکردین شما؟ بعد یه دونه دیالوگ طبیعی تو این فیلم شما نمیبینی که از یک جایی شروع بشه و یک جایی تموم بشه. نه که حجم موارد چک لیست دروغ‌هایی که باید علیه مجاهدین میگفتن زیاد بوده، دیگه اصلا حوصله نکرده ته یک دیالوگ رو ببنده بدون هیچ کلمه ربطی. همون آدما توی همون سکانس با یک مکس میرن توی یک دیالوگ دیگه که هیچ ربطی به اون قبلی نداره. برات تهیه کردم. شکلاتم اومد تو بازی. اوه نه این مال یکی دیگه است. ببخشید دکتر جان، اینم سیگار. میگم دکتر مصرف سیگارت رفته بالا ها. بالاخره کار فکری نیکوتین میخواد. فقط من موندم که
تو زندانای جمهوری اسلامی سیگار رو از کجا تهیه میکردی؟ البته شنیدم که اوضاع توابین اونجا خوبه، بهشون حسابی میرسن، بوکس سیگار میدن، نه؟ تمام دیالوگ های فیلم همینقدر مسخره و سفارشی هستن که اگر شما بخوای چیزی رو دنبال کنی احساس میکنی که فیلم داره رو اعصابت پاتیناژ میره. کاراکترها همه ضعیف، مقوایی که اصلا در عالم واقع نمیتونه چنین آدمی وجود داشته باشه. آدمایی که با یه جمله الکی سری قانع میشن. بچه‌ها شما قهرمانای خلق هستین. سریا تو نماینده دخترای قهرمان خلقی. یادت باشه. بعد بازی‌ها فوق‌العاده مصنوعی، حالت‌های بازیگرا همه متناقض، حالت‌های دست، حالت چهره، وسطش میخنده دوباره جدی میشه. یعنی قشنگ معلومه که خود بازیگرا هم نمیدونستن که تو این دیالوگ‌های مسخره چه واکنشی باید داشته باشن. چیکار داری می‌کنی؟ بس زمین با خواهر من آروم برید عقب واسه جان واسه چیکار داشتی میکردی؟ ببین یکیشون به اونای دیگه داره میگه از بمب فاصله بگیرید برید عقب، اینو دستاشونو بردن بالا. آخه مگه کسی به سمتتون اسلحه گرفته؟ آخه این چه حرکت بیخودیه؟ ببین شما ادای هیچ کی رو در نیاوردین، فقط خودتون رو اسکل کردین. ما خلق رو آزاد میکنیم. ما پیروزیم. آخه کی این صحنه رو باور میکنه که یکی رفته توی یک انبار تاریک تکی وایستاده بعد میگه ما پیروزیم؟ خودتون رو مسخره کردین یا اون مخاطب بسیجی که قرار این فیلم رو ببینه رو چی فرض کردین؟ مثلا دست مهندسه، اگه شانس بیاره و شکلات شیشمون بخوره انقدر شکلات دوست داره که بازم بره سراغش. تکون نخور زیاد، برات خوب نیست. فهمیده؟ کل داستانم اینطوری تموم میشه که همه مجاهدین تو این کارخونه توسط خودشون کشته میشن. یعنی هدف فیلم همینه که شما فکر کنی هر کی که بیاد توی مجاهدین آخرش توسط خودشون کشته میشه. آخه اون بسیجی که داره این فیلم رو میبینه از خودش سوال نمیکنه که اگر مجاهدین همشون خودشون رو کشتن، پس اینایی که الان موندن و دارن پدر رژیم رو در میارن چجوری موندن؟ همین تناقضاته که مثل همیشه در همه فیلم‌های سفارشی علیه مجاهدین موج میزنه و باعث شده که دیگه رغبتی برای ساختن این مدل فیلم‌ها در درون سیستم خودشون هم باقی نمونه که از قضا کارگردان این فیلم هم از این موضوع شاکی بوده. برای ما نسخه اولیه فیلم‌هامون آماده شد و ما با هم دیدگاه خیلی شاید 1 سال پیگیری کردیم نهادهایی که فکر می‌کردیم با این موضوع ارتباط برقرار میکنن، ولی باز هم به نتیجه نرسیدیم. یه بخشش از فیلمنامه‌مون بود که خب کامل نبود به عنوان یک کار سینمایی یا کار بلند خیلی جوندار. یه بخشش هم دوباره همون چیزهای عدم موفقیت یا عدم مجاب کردنهای عمومی که همیشه بوده که خب حالا شما یه فیلم کوتاه دیگه بساز و حالا ما الان امسال یه نفر دیگه قرار کار کنه و ما با این موضوع دیگه کار نکنیم و بعد چیزایی از دهنش در میره که بهش گفتن ما با این موضوع دیگه کار نمی‌کنیم. یعنی آقا ولش کن، برو دنبال همون فیلم‌های کوتاه خودت، چون از این پرخرج‌تر هم که علیه مجاهدین ساختیم فایده‌ای نکرد. توی اون ماجرای نیمروز تجربه کردند که بعد از پخشش سرچ موسی خیابانی توی گوگل بیشتر شد. یعنی این همه سال که این همه فیلم و مستند و کتاب علیه مجاهدین منتشر کردند و دادگاه هم راه انداختند، هیچ فایده‌ای نکرد و آمار فعالیت‌های کانون‌های شورشی بیشتر هم شد. تو همین روزایی که داشتن این فیلم سفارشی رو پخش می‌کردند، آمار فعالیت کانون‌های شورشی در کارزار 13 به در 123 شهر به 60 عملیات ضد اختناق و 1294 پراتیک انقلابی رسید. بر خامنه‌ای، درود بر رجبی. سلطنت نه رهبری، دموکراسی برابری. نه سلطنت نه رهبری، دموکراسی برابری. مرگ بر خامنه‌ای، درود بر رجب. مرگ بر خامنه‌ای، درود بر رجب.
نهایت میشه گفت آخرین تلاش سینمای ولایت علیه مجاهدین یک زباله سینمایی بیشتر نبود که از اول تا آخرش توهین به شعور مخاطبشه که با بازخوردهای منفی که حتی توی سیستم خودشون باش مواجه شده یک بار دیگه دست خالی نظام رو در تبلیغات علیه مجاهدین نشون داد و ثابت کرد که کفگیرشون توی این عرصه به ته دیگ خورده. وقت بخیر و خدا نگهدار.